Hello everyone and welcome to Nuri Adventures. I'm so happy you have to here. But I'm here in Kabul, Afghanistan, where I cook delicious street food, ride motorcycles, explore amazing places. If you enjoy this kind of content, please hit the like button and subscribe to the channel so you don't miss my next adventure. Alright, let's go. Wait a minute. Are you ready? Let's continue. خلیفه جان گل سلام برادر. خوب هستین برادر، ساعت شما خوب است؟ بخیر هستی؟ سر خوب است؟ بخیر است ان شاء الله. عافیت داری؟ روزا بخیر میگذره بخیر؟ سلامت باشین. چه حال دارین؟ خوب هستین؟ شکر الله. خودت خوب هستی؟ چه حال داری دیگه؟ خوب هستی؟ شکر فضل. خلیفه جان من چالش میگیرم ازت و در بدل چالش اگر موفق شدی که یک دونه برگر بازم برگر اسپیشال برات آماده میکنم. صحیح است؟ چالش ما خوب برگر خوردن آمدیم. چالش میگیری بگو. چالش ما قسم از بیادر خلیفه جان که ما از یک تا سوال میپرسم و اگر سوال دقیق و سریع پاسخ دادی بس یک برگر اسپیشال بر جار میکنم دیگه. اما اساس بیا توکل به خدا. خدا کنه که برنده شوی. خدا مهربانه. خب خلیفه جان چالش ما این است که یک بیت از سرود ملی افغانستان اگر یادتان باشه در دوران جمهوریت سرود ملی داشتیم. والا سرود ملی خب بسیار به زبان زیبای پشتو بود. سرود ملی داشتیم. یک بیت از سرود ملی را اگر بر ما بگویی. یک بیت از سرود ملی را. بله یک بیت شه. سرود ملی خب زیاد است، طولانی است. کدامش رو بگویم براتون؟ نه یک بیت از سرود ملی را مثلا هم از اول شروع میکنیم دیگه. دلت از هر کجایش که میگی مقصد یک بیت از سرود ملی باشه. باشه اول از چی است؟ دا وطن افغانستان دی، دا عزت هر افغان دی، الله کورد طول دیگه نمقش یاد خورم دیگه. کرد سولی کرد توری هر بچه قهرمان. خلیفه جان خیلی ممنون، تشکر دارای عزیز دیگه. سیز خلیفه جان بس یک سوال دیگه است میپرسیم برای لالای یلام اگر دقیق پاسخ دادی بسیار ممنون میشیم. تشکر. یک چالش بود دیگه، یک برگر باید مربوطن دیگه. برگر حتما دارید چشم بر چالش برگر تا میتونم حتما بر برگر جور میکنم. و میشه بگویی که افغانستان دارای چند ولایت یا چند شهر است؟ چند ولایت؟ با نظر ما 33 ولایت است. 33 ولایت؟ کما که فکر کنم چانس داری؟ یا 34 است یا 33. یا 34 یا 33 در بین دو تا یکیش؟ 34. 34 ایوال. خال آلای گلم تو که یک چالش های تا پرسان کردی از ما. اینال ما مسئله یک چالش میخوایم. درست داری تو بر ما یک آهنگ زم مثلا. چشم از کدام چه آهنگ باشه؟ اگر بازار خود میکنی احمد ظاهر باشه، اگر بازار خود میکنی دیگه هر کدام میشه که خوش داری بخور. احمد ظاهر کدام آهنگ شه مثلا ما زیاتر حال دقیق یادم نیست کدام آهنگ شه برای زمزمه کنم. اما هر آهنگش که خوش داری. هر آهنگ از احمد ظاهر عزیز. و میخانه امره ندادند ما را ندادند ما را. بسیار عالی بسیار عالی. و میخانه امره ندادند ما را ندادند ما را. کجا رو کند دل در راه الهی در راه الهی در راه الهی. اگر عشق باشد
गुनाहे इलाहे गुनाहे इलाहे गुनाहे इलाहे. क्या बात है. بسیار عالی، بسیار زیبا. همین آهنگ بود که خوش داشتم. واقعا عالی بود. خیلی تشکر، سپاس، ممنون. دیگه برکت برجای کنم شما کنم یادم باشه که شما موفق شدین در چالش امروز. خیلی ممنون، تشکر از اینکه اشتراک کردین. لالای مرا تنها نماندی. سلام و زنده باشین. واقعا تشکر از شما و با این برگر مفتتون. انشالله باز انشالله نوشی جانش بگیم. دوستان بی نهایت عزیز و گرامی، تشکر از اینکه تا اینجا بیننده این ویدیو بودین. قلبا تشکر میکنم از شما. دیگه اگر تا هنوز مشترک کانال یا عضو کانال نشدید، لطفا کلیک مشترک از زیر کانال که هست مرا کلیک کنید رویش و گزینه زنگوله را روی همه یا آل قرار بدین. به خاطر انرژی به من لطفا ویدیو را لایک کنید، کامنت های زیبا قشنگ خود بنویسید. با سپاس و تشکر. वीडियो तो एडिट के कितने के हैं अपलोड YouTube की भी कैसे वो अपलोड किसी भी हुआ था व्यूज तो आ रही है वीडियो उस कम है इस वजह से पकी जी वजह से पकी वीडियो एडिट की हमारी वीडियो चला रही म्यूजिक चला रही तुम्हारे बर्गर वो अंदाज वजह से ना عزیزی टॉकिंग वो खबर خبر خود لګ خبر کوم کنه شان دا سم نه کنه یو برګر مخول وجو چې بیگمانه بعد بعد Let's see. Studio. Something. Music review. بخیر باشی، زنده باشی، سلامت باشی. سیربگی داری بده؟ سیربگی هستم. چند دانه است؟ 2 4 10 دانه. یک 6 تومن بچش. نباش
شو نوم مدينة توجه بدون سلام علیکم تو علیکم سلام خوب است جانا کی جوره 600 روپیه خدا حافظ. دوستان به نهایت عزیز و گرامی تشکر از اینکه تا اینجا بیننده این ویدیو بودین. قلبا تشکر میکنم از شما. دیگه اگر تا هنوز مشترک کانال یا عضو کانال نشدید لطفا کلیک مشترک از زیر کانال که هست همراه کلیک کنید رویش و گزینه زنگوله را روی همه یا آل قرار بدین. به خاطر انرژی به من لطفا ویدیو را لایک کنید، کامنت های زیبا قشنگ کنید بنویسید. سپاس و تشکر. گفتن امانه که من روزهای یک شنبه و 5 شنبه ساعت 7 شب به وقت افغانستان ویدیو میمونم. لطف کنید بیاین ویدیو من تماشا کنین و کامنت بگذارید و به من انرژی بدین. لطف دارید دست تک تک شما را با گرمی میفشارم. تا برنامه بعد یا ویدیوی بعدی تک تک شما رو به خداوند متعال میسپارم. شب و روز شما به وفق مراد شما. خدا نگهدار.